برای بچه امیدوارم چطورتون عالی باشه. امیرآقا هستم. همونطور که میدونید که نمیدونید ما قراره بعد از هر 12 تا ویدیو جی تی ای یه ویدیو جداگانه بذاریم از چی؟ از این باشم چیز کیملی. قراره که ما بعد از 12 تا ویدیو جی تی ای یه ویدیو از کیملی بذاریم. یعنی الان من 12 این ویدیو که بعد از اینکه این ویدیو رو آپلود کردم توی چنلمون و شما دیدین و لذت بردین، قرار 12 تا ویدیو جی تی ای پشت سر هم بذاریم. بعد یه ویدیو جداگانه قرار بذاریم که از کیملی. الان اولین ویدیو جداگانه رو امروز که الان آخر هفته است قراره داریم الان جمع میکنیم، رکورد داره میشه و واقعا متاسفم که یه هفته تقریبا نتونستم ویدیو بزنم. یکم روی این بک‌گراندم کار داشتم میکردم، یکم هم که برنامه نویسی و اینجور چیزا داشتم میرم. الان نصفتون دارم میگم خب انم خب حالا هرچی که داره میگیم بریم این کیملی ها رو آنباکس کنیم. پس قبل اینکه بریم سراغ ویدیو هم ویدیو لایک کنیم، چنل رو سابسکرایب کنیم، به معتبر عشق من لیتس گو. خب بچه ما قبل اینکه ویدیو رو آنباکس کنیم یه آنباکس انجام دادم و تقریبا 2 تا آنباکس. یه چمس بود که مسی 100 در اومد، یه هیروز باز کردن که ادرسون، این یکی لژنده در اومد با 2 تا برچسب، یکی بچنباری. اون خوبا رو آوردن. خلاصه تو ما قراره که این ویدیومون دارای مجازات باشه. یعنی بعد اینکه اینو باز کردیم و ریسکش هم خیلی بالا، باید توش یه دونه رویال باشه. اگه توی این باکس یه دونه رویال نباشه همه اینا رو جلو چشم خودتون جر میدیم، کلا همشون رو پاره میکنیم. پس با ما باش. خب بچه ها الان اومدیم که اینا رو یعنی اینو آنباکس کنیم. اولش که از سمت 2020 یه تکون بدیم، شانس نداریم ما کارتا کلا پاره میشه. خب از این قسمت یه ژر کوچولو میدیم، اینو میندازیم ور ژر. خب اوه کارتا ریدن فکر کنم. یعنی این چیه؟ کلاب منچستر یونایتد. پشمام، وای عجب چیزی در اومد. ولی حیف که رویال نیست و امکان داره که کارتمون ژیر بخوره. بریم سراغ کارت بعدی. کارت بعدی هم که بله منچستر سیتی هستش و مهاجم. یعنی قشنگ ببینیم چیکار میکنه. کیه؟ ارلینگ هالند، اوورال 90 و خیلی اوسک، واقعا عالی بود. اینم از اینم که چیزشه به دردمون نمیخوره بعدن. و ببینیم که برچسبا برچسباش ادوانس این چیز است که نمیشناسم اصلا و اینه که 100 بار برام در اومده. یعنی این الجزایری جکسون پدر منو در آورده. هر سری این در میادین و چیزش هم که اکشن فیگورش هم بله مال ارلینگ هالنده. پس واقعا هم عالی شد. اینم که پایشه و خیلی هم اوسک. بچه هم تو که اینا رو باز کردیم و واقعا این پک واقعا عالی بود. چرا اینطوری میکنه؟ واقعا پک خوبی بود. این پک هیروز واقعا حال کردم باش. یه کلاب منچستر یونایتد در اومد، یه هالند در اومد. اینا چیزایی بود که در اومد و کارت این جکسون که پدرمون رو در آورد اینجاست. الجزایری شک کردم یه لحظه ببینم کجاه. و این ادوانس 91 که اصلا نمیشناسم کیه ولی میدونم که خوبه هر کیه. بعد اکشن فیگور هالند و اینا در اومد. الان یه سورپرایز دارم براتون. کامرامنو بگیر. خب این سورپرایزمون از چه قراره؟ یعنی الان کامرا اینجا رو میگی، کد همشون رو میدم بهتون. هر کی اول این ویدیو رو ببینه بره همه کدا رو بزنه و عشق کنه. بس let's go. خب بچه اینا تمام کدایی هستش که میبینید. این
کد مسیه، این کد اون لژند است، این هالند عشقمونه. نه چیز این ببخشید ادرسون هستش. این پایینیه هالند، این یکی کلاب منچستر یونایتد. اگه کداش معلوم نمیشه یکم واضح‌تر فوکوس کنیم ببینین کداشونو. اینا کداشونه، بزنین یعنی حالشو ببرین، چون الان قراره همشون جر بکنن. بازم تاکید میکنم این ویدیو فقط ویدیو جنبه خوشگذرانی داشت که بعد از هر 12 ویدیو ما میذاریم یه ویدیو جداگانه از کیملی و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیو بعد.